خب بچه‌های عزیز در زندگی هر یک انسان آرزو دارد همین طوری زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی رو آرزو شیرین نبود گفتم بزرگان همین طوری است بله از این خاطر من آینده هر یک کس میخواد که مثلا بعدی من شما که طلبه هستید بعدی ختم کردن مکتب میخواد دانشجو شود میخواد دانشجو شده در اون رئیس کارخانه شود یک کسی میخواد معلم شود آموزگار شود یک کسی دیگر میخواد مثلا ترجمان باشد همین خیلی است بچه بله انا از همین سبب امروزگی انا گفتم که انشای ما موضوع آزاد یعنی کسبی دوست داشته من بود که من شما نوشتندیم علاقه روزی ما همون جمعگیر کرده برگزاری میکنیم برای همینم یعنی دنبال پدر و مادر رو گرفتن شرط نیست کسی برای همینم شاید میگه که انا میراث پدرخواهی کسبی پدر و مادر بله خب خب سهراب جان بله استاد برای مثال پدر شما چیکاره؟ پدر من کارمند لیسانسیا اوه کارمند لیسانسیا بله خیلی خوبه بچه کارمند لیسانسیا من اگر خواندگی نباشد سواد نباشد در لیسانسیا کار کرده میتونم نمیتونم از این خاطر زندگی چی است زندگی خوب بهترین من مثلا در لوازمات مکتبی تشویش و کمبودی نداری نه همه خوب است بسیار خوب بسیار خوب آینده باز یگان دانشگاه رفتنی هستی بله استاد بسیار من خوب شین من کارمند لیسانسیا بهترین خب فایزین جان بله استاد پدر شما چیکاره؟ پدر من گاهی بازرسی دولتی اتومبیلی گایی یعنی بازرسی دولتی اتومبیلی ها؟ بله بهترین زندگی چی است بچه جان؟ زندگی خوب همه شرط شرایط ها فراهم بهترین خوب همون شرط شرایط خانه خوب است بله کمبودی نداری نه ولی من در پیش زمستان علاقه لباسای زمستانه را خریداری کردی بله بهترین خوب در آینده یگان دانشگاه رفتنی هستیم بله به امریکا خواندنی میروم آمریکا بهترین انا این خوب است کارمندی گایی بسیار خوب شین بچه جان خب زریپو پدر تو چی کاره؟ پدر تو پدر من تاکسیست مردم تاکسیست بسیار خوب تاکسی هم خوب است زندگی چی است؟ پچه پچه چی بود؟ باز بین ده زندگی خوبی نیست برای چی من کارمندی لیسانسیا من میگه زندگی من خوب سهراب جان پدر من در لیسانسیا کار میکنه خوب من فایزی جان میگه پدر من در گایی من زندگیشون خوب برای چی زندگی شما خوب نیست؟ مریضون یاد چی بگو؟ پدر همین قطعی پدر همین نباشد کو زندگی ما خوب میشه